بسم الله الرحمن الرحیم. از دید علما و متخصصین علوم اسلامی کلمه ادب به سه بخش تقسیم شده است. یک، ادب مع الله، ادب در مقابل الله سبحانه و تعالی، یعنی آنچه که الله متعال بر بالای ما مقدر کرده و تعیین کرده، ما در مقابل از اینها باید که ادب را مراعات بکنیم. از جمله آمدن رزق و روزی، اجل، ابتلاها و آزمایشها و امتحاناتی که الله سبحانه و تعالی در زندگی ایمان از ما میگیره، ما در مقابل از اینها باید که ادب را مراعات بکنیم. و همچنان ادب در مقابل فرایض الله متعال، یعنی آنچه که الله جل جلاله بر ما فرض گردانیده، در مقابل از اینها ادب را مراعات بکنیم. از جمله نماز، روزه، زکات، حج و غیره عبادت هایی که الله سبحانه و تعالی بر بالای ما فرض گردانیده، در مقابل از اینها ما باید ادب را مراعات بکنیم. دوم، ادب مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، ادب در مقابل رسول علیه و سلام، یعنی تصدیق نمودن و باور نمودن احادیث صحیح رسول علیه و سلام و همچنان تطبیق نمودن و عمل کردن احادیث رسول علیه و سلام در زندگی ایمان و تصدیق نمودن و باور نمودن اهل بیت رسول علیه و سلام. سوم، ادب مع خلق الله، ادب در مقابل خلق الله سبحانه و تعالی، یعنی پدر و مادر، استاد، برادر، دوست و رفیق و هر آن کسی که در جامعه انسانی و علی الخصوص اسلامی زندگی میکنه، ما باید ادب را مد نظر بگیریم و مراعات بکنیم در مقابل از اینها. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. از دید علما و متخصصین علوم اسلامی کلمه ادب به سه بخش تقسیم شده است. یک، ادب مع الله، ادب در مقابل الله سبحانه و تعالی، یعنی آنچه که الله متعال بر بالای ما مقدر کرده و تعیین کرده، ما در مقابل از اینها باید که ادب را مراعات بکنیم. از جمله آمدن رزق و روزی، اجل، ابتلاها و آزمایشها و امتحاناتی که الله سبحانه و تعالی در زندگی ایمان از ما میگیره، ما در مقابل از اینها باید که ادب را مراعات بکنیم. و همچنان ادب در مقابل فرایض الله متعال، یعنی آنچه که الله جل جلاله بر ما فرض گردانیده، در مقابل از اینها ادب را مراعات بکنیم. از جمله نماز، روزه، زکات، حج و غیره عبادت هایی که الله سبحانه و تعالی بر بالای ما فرض گردانیده، در مقابل از اینها ما باید ادب را مراعات بکنیم. دوم، ادب مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، ادب در مقابل رسول علیه و سلام، یعنی تصدیق نمودن و باور نمودن احادیث صحیح رسول علیه و سلام و همچنان تطبیق نمودن و عمل کردن احادیث رسول علیه و سلام